قرقل از گوسفندهای قرقلی است که در شهر مزار است. یک سیستم گوسفند است که اونموجه تربیه میشه، مثل یگان چیزی که در فارم تربیه میکنن. یا فقط اونموجه تربیه میکنن و میکشن، راهی میکنن در آشگر. باز آشگر آش میته، ما میخریم، میریم دنگه میشوریم، تیارش میکنیم، در دکان بند میکنیم. اونم قرقل اونم آش که داده شده ششته میشه، بعد از ششته مشت مالش میشه، اون جور میشه. در غیر از اون باز حساب کلاهش کسته که قیچیکاری میشه، از قیچیکاری دوخته میشه، از دوخته سر قالب میشه، قاد میشه، اون برای مشتری داده میشه. والا قیمتش خب مختلف است، رنگای مختلف هم داره. سور است، کبوچه است، سیاه است، شتوری است، ابرش است، شکری است، قهوه‌ای است، اینها کلش قرقل است. ما خو نمیره که میخریم دمی بازار خود کابل در افغانستان سودا میکنیم و خریدارای ازی در خارج هم هست، او را تجارا میبره، سر به حساب خارج تجارا میبره سودا میکنه دیگه. از اینجا که باز میبره یگان ذره طرف های مسکو میبره، طرف های اوکراین میبره، ایران میبره، دبی میبره، اینی من سمتا میبره. ایره امو کسی که توی میکرده که یک دو تا شاوالا داشت، خود امو شام برای شام میخریدن، برای شاوالای شام. این کلاه که به حساب کلاه دیگه رواجش که بوی شاهانه است. زمانی بود که از این پاچه های ما میپوشیدن، ظاهر خان میپوشید، داود خان میپوشید. حتی در کلدار پاکستانی هم پست قرقل ما در سر یحیی خان است. در سر پاچه های انگلیس هم قرقل بوده. کل اینها میپوشیدن.